خب سلام علیکم برادر و تماشابین عزیز. خیلی که میدونید در پستی گذاشته من فهمیده بودم که انفترش در تلگرام گفته بودم که از همین پستی که من میگذارم در تلگرام مکسیمال دستگیریش کنین. از دستگیری شما معلوم میشه که من چند سومون کار میکنم از یک پستی که در تلگرام هست. در حقیقت تلگرام کانال من پادپیسی که زیاد ندارد، همگی 171 پادپیسی دارد، لیکن من اینا همچون نمونه برای آدمای آوردگی هستم که 2-3 هزار پادپیسی دارن یا که هستن تو یکی که 10-15 هزار پادپیسی در خود تلگرام هست. همین سیستمی که من استفاده برسودیم اینا درجه میشه در اینستاگرام استفاده بریم. بسیار آدمای هستن 100 هزار پادپیسی زیاد دارن، میتونن به عملو استفاده برن و از حساب پوبلیکاسیونی که میکنن مبلغ به دست بیارن. خب بسیار نمی‌زنیم در عملی هم میگذاریم میبینیم که چند پراسموتر گرفتگی هست همین پوبلیکاسیا. البته پراسموتر که در تلگرام گرفتگی هست با استاتستیکای رکلام نسیت یاندکس برابر کردن نمیشه، چون بعضی آدم‌ها راست میبینن و کلیک نمیکنن، نمیدونن پست 100% نمیخونن. همون آدمایی که کلیک کرده در اومده پست 100% خوندن همون برای همون پول میتیه تمام. اساساً این نمود مبلغ کار کردن با واسطه یاندکس رکلام نسیت هست. هیچ وقت اگر آدم از مانیتیزاسیون یوتیوب مبلغ کار میکردن گوگل مبلغ میداد، در نوریمیا خیلی گوگل کار نمیکرد، لیکن یاندکس کار کرد. یاندکس هم به مانند چیز مانیتیزاسیون یوتیوب به مثال مانیتیزاسیون پیشنهاد میکنه برای موبیل پلاژینی ها و سایت ها و من خیلی همین مبلغی که من در تلگرام کار کردم چه سایت است. پوبلیکاسیون من در سایت موندگی هستم، سلکش گرفته در تلگرام موندگی هستم. هر یک آدمی کلیک میکند و میگذاره پست میخوند در اونجا رکلام پیدا میشد. از رکلامی که شما میبینید مثال چون پاکازی به رکلام زیاد شود، پراسموتر رکلام زیاد شود، مبلغ من میگرفتگی همین قدر زیاد میشود. مثلا برای خاطر این تنها پادپیسی زیاد داشتن در کلاس من بازر استاتستیک را نشون میدم از چند آدمی که کلیک کردگی هست، مثلا چند آدم کلیک کردگی هست در حقیقت همین پستی افران من فقط یاندکس برای من چند پول داده است، نه چند سومون بین جدا کردگی است. اگر مانیتیزاسیون یوتیوب و انگومی مانیتیزاسیون پیوست کردم دلار میداد، این از سببی که مانیتیزاسیون کمپانی روسیه است روبل میتیاد. واسه روی ببینید چند روبل کار کردیم و توجیه خطی میگردونیمش چند روبل میشه. خب انا کنیم میگذاریم رکلام نسیت یاندکس. اول رکلام نسیت یاندکس درویم بینیم روزی 23 یا که 22 بدن اکترش من همین پوبلیکاسیون موندنم چند سومون چند روبل جدا کردگی است. این رکلام نسیت یاندکس رکلام نسیت میدرویم استاتیا این بلوگ. خوب نگاه کنید یک سایت دارم هست استاتستیکش میدرویم میبینیم خوب و سایت کنیم. خب یک بار اول ما دروده دیدنم در کل کدام روز تاشنش کدام روز بوده پوبلیکاسیون ما موندن ما. روز 22 بوده ساعت 1:52 ما چرا موندیم 22 خیلی 23 گیریم بود 23 گیریم نیوکنن از 25 تا 24 اکتبر از 25 سپتامبر تا 24 اکتبر روز 23 از بانر ما 3 نمود رکلام استفاده برده بودم در همین سایت. یک تاش بانر بود، یک تاش پانل اکرانی بود، یک تاییدش فور اد بود پایان پوبلیکاسیون بود اگر دیده باشید. خوب نگاه کنید از بانر ما گرفتگی هم 967 روبل جمعش میکنید سرازا. خب بانر 967 روبل فیلوسی هست در اینجا بود 967 روبل و پانل اکرانش هم هست 0 روبل. چو تفت داشته باشن نمیدارم سریم 22 هم میگیریم نیوکنه پانل اکران 0 از 2 روز 23 من پیروز هم تومدگی روز 22 ساعت 1 موندگی هم 4:55 رو 4 هم 5 پیروز هست 22 سنگزام ناتشر در پانل اکران
در پایین اکران رکلام کارشی پیوسی 1396 1396 برابری 28 از 38 روبل دادگی است. اکنون می‌بینیم 28 38 روبل چقدر میشد و توجیه و انمیشن کورس سرعت توجیه خط میگردنیمش روبل می نویسیم 28 38 28 38 تازیک 334 دیرم و اپشن کار کردگی هستیم. اکنون پراسموتر را میبینیم چند پراسموتر شدگی هست. مثال از چند پراسموتر ما کار کردم 334 دیرم نگاه کنیم. خیلی دیرم اگر اینجا هست 11 پراسموتر اکی 11 پراسموتر از روز 22 تا همه روزهای روز 24 هست. بله 24 از 22 تا 24 11 پراسموتر گرفتگی است. هم روز 22 و 23 یاندکس برای من دادگی است که 334 درام از یک پوبلیکاسیون که من در خود تلگرام موندگی هستم 11 آدم پراسموتر دیدگی است و تمام. خب نگاه کنید 334 درام در یک روز. اکنون سایت من همگی دارد 171 پادپیسچیک. شما представить که آدمایی که 5-6 هزار پادپیسچیک دارند و هزارها پراسموتر میگیرد پوبلیکاسیون است و خیلی مبلغ کار میکنند. حسابش میکنیم. نگاه کنید ما از 11 پراسموتر کار کردیم 334 درام 11,000 تقسیمی 11 برابر 90 خیلی شد و اپشن 10,000 پراسموتر 90 سوم میگیرن. صاحب کانال اگر 1000 پراسموتر شود در همین سه رکلام پایین اکران رکلام های فول رکلام های پایان هم میبرندگی فان پایین در همین سه رکلام در یک روزش 90 روبل میتیاد یاندکس در یک روز اگر 1000 پراسموتر گیرد. خوب این بود یک پروست برای نمونه. شما میتونید مثل در کانال که پادپیسچیک باشد من پوبلیکاسیون گرفته در تلگرام موندم. اگر اینستاگرام یا یوتیوب شما پادپیسچیک بسیار داشته باشید شما میگیرید سیلکش پروست در استوریاتون میمونه در اینستاگرام پراسموتر که زیاد شد هر یک آدم درونده کلیک کرده میرد کانال سایت میخوند مثلا معلومات پراسموتر که زیاد شد یعنی اکثر رکلام مبلغ جدا کرده میگیرد. این بود یک پروست نمونه برای مثال آوردگی من. شما میتوانید در دل خواهید استفاده برید برای معلومات بیشتر آیدی همین رکلام و چقدر رکلام کار کردن در دریفت که من نویسید مفدوخات برای هر یک تاتون میفهمم چه کار کردن این هست و یاندکس رکلام نویسید چه پیوست کردن در کورس چه سایت سازیم پوبلیکاسیون را در سایت مانیم همه شما مفدوخات میفهمم. خیر و زرش تا ویدیوهای آینده.